خاک نقره هرمز تمام شد. آشغال ریختن تو طبیعت، یادگاری نوشتن رو کتیبا، حتی تخت جمشید. همه این از حرکت‌های فاخر ما مردم بوده. این دفعه پا رو فراتر گذاشتن دیگه، خود آثار باستانی و طبیعت رو بردن خانه‌شان. مسئولین بومیان گفتن آقا این خاک همینجا قشنگه، همینجا بیان ببینن، چرا میبرن؟ مردم هم در جواب گفتن لازم داریم، دوست داریم ببریم. منطقیه. اما یه خانم نشون داد همیشه بشه پا رو فراتر گذاشت. از این آبجیمان 40 کیلوگرم خاک نقره پیدا کردن. احتمالاً آبجیمان فکر کرده سیمانه، داره میبره باش خانه بسازه. شاید اصلا شوهرشو می‌خواسته نقره کنه، یا نمیشه. شاید می‌خواسته پکای هرمز فروشی بزنه. و این گونه شد که ساحل نقره تقریبا از بین رفت. اما یک رایل پیدا شد. ناگهان یک شرکت پستی گفت بدم به ما رایگان براتون برمیگردونم اونجا. برون ما بسای معمولی ما وقت نمیکنیم ببریم، اصلا میبریم یا نمیرسه یا دیر میرسه یا بد میرسه یا کد نمیه. ما خاکی نقره هم بدم احتمالاً آرد میرسن این منطقه. خدا رو چی دیدی؟ اما هم تجربه ثابت کرده، هم استاد داریوش گفته. نظر شما چیه؟ برای چی همچین اتفاقاتی میفته؟ خاک میبرین چیکار کنین؟